جمهوری تاجیکستان بالای جنوب غیر بالا می‌بینم باقی شمالی می‌بینم و یک جهان تشکر ما می‌ندارد برای آوران است شرکت ورزیدن در این نمایش. این سفر مایه تعمیق روابط دو کشور مسلمان دوست و دارای علاقه بسیار دیرینه بین ایران و تاجیکستان خواهد بود و من امیدوارم روز به روز ارتباطات بین دو دولت و بین دو ملت هر روز بیشتر بشه و ما شاهد همکاری‌های بسیار ارزشمند به نفع دو ملت و به نفع منطقه باشیم.